خب همطور که خدمتان قول دادم، با اینکه اصلا این توی پلن و برنامه بنده نبود، یک طور خیلی کوتاه میگم که معنی این جملات چی است در واقع، تا همین حد فقط، نه اینکه نکات گرامری و اینا رو بخوایم بگیم. دی kurze Geschichte، kurz یعنی کوتاه، Geschichte هم یعنی داستان، یعنی داستان کوتاه، از فرم یعنی از، mutigen Eichhörnchen، mutig یعنی در واقع شجاع، Eichhörnchen هم که گفتیم یعنی سنجاب. داستان کوتاه از سنجاب، داستانی کوتاه از سنجاب شجاع، اینجوری بگیم. Es war einmal ein mutiges und kluges Eichhörnchen namens Svenja. یعنی که روزگاری اینجوری بگیم es war einmal یعنی یک بار، es war هم یعنی بود، یعنی یه بار بود، همون روزگاری بودش یک سنجاب موتیک که گفتیم میشه شجاع، کلوگ یعنی باهوش، سنجاب شجاع و باهوش، نامنز یعنی به اسم سونیا اسمش هست. Das in einem wunderschönen Wald lebte، که در واقع این که موصول هست، خیلی گرامر زیبا و جذابی هست، در موردش قراره حتما حرف بزنیم، که در یک جنگل ووندرشون بسیار زیبا زندگی میکرد. Svenja war im ganzen Wald für ihr schnelles Denken und ihre Tapferkeit bekannt. در واقع سونیا در تمام این جنگل برای فکر و تفکر سریعش و در واقع همون شجاعتش بسیار بکانت یعنی معروف بود. حالا بسیار هم البته نبود، من از خودم گفتم، وار بکانت، زر بکانت میشه بسیار معروف، پس معروف بود بابت این چیزها. Und ebenso war sie immer bereit, ihren Freunden in der Not zu helfen. و همچنین او بود همیشه آماده برای اینکه به دوستاش در واقع مواقع ضروری کمک کنه. Eines Tages war Svenja unterwegs. یک روزی سونیا در راه بود، همجوری توی راه برای رفتن به جایی احتمالاً. Nüsse für den Winter zu sammeln. بله، برای اینکه نوس در واقع یعنی نوس یعنی آجیل، همون مغزیجات، برای اینکه یک سری آجیل و مغزیجات برای زمستان جمع کنه. Als sie ein seltsames Geräusch hörte، و در حینی که او یک صدای زلسام یعنی عجیب، نادر، گهوش هم یعنی صدا، سرصدای خیلی عجیب شنید. داس یعنی همون که موصول هست، حالا درموش حرف بزنیم، که از یک درخت در نزدیکی می آمد. داس von einem nahen Baum kam. ناه یعنی نزدیک، باوم هم یعنی درخت، کام هم که فعل کومون هست میاد. Sie kletterte auf den Baum، یعنی کلترن یعنی بالا رفتن، مثلا از کوه بالا رفتن، از درخت بالا رفتن. فرض فرمایید هم کلترن استفاده می‌کنیم، از درخت بالا رفت برای اینکه ببینه که Nacht zu sehen was da los war، برای اینکه ببینه که اونجا چه اتفاقی داشت اتفاق میافتاد، در واقع چه چیزی داشت اتفاق میافتاد. Was ist los یعنی که اینجا چه خبره، مثلا گاهن با لحن عصبانی شاید این تو فیلم ها مثلا میبینید was ist los، مثلا مثلا چه خبره، حالا رفت ببینید اصلا چه خبری هست اونجا. Dann sah sie eine Gruppe fieser Vögel، سپس او دید یک گروه از پرندگان فیز، در واقع یعنی بدجنس. آره فکر کنم واقعا بهترین لغت تو فارسی برش بدجنس. آره یک گروه از پرندگان بدجنس دید، die einen kleinen hilflosen Vogel ärgerten، که یک پرنده کوچک، klein hilflos یعنی درمانده، در واقع بدون کمکی بهش نمیشه، را ärgerten یعنی اذیت کردن، عصبانی کردن، ناراحت کردن، اینجوری بگیم، اما اذیت کردن بگیم. Svenja war sofort klar، یعنی که به سونیا فوراً آگاه شد یا روشن شد که das که sie eingreifen musste، که اون بایستی که یک اقدامی انجام بده، اقدام کردن در واقع میشه eingreifen. Also fasste sie schnell einen Plan، پس او سریع یک برنامه ریخت. در واقع حالا فسن به معنی ریختن یا ریختن آب و اینا نیست، ولی حالا پلان فسن میتونیم همون برنامه ریختن، برنامه چیدن بگیم. یه برنامه ریخت، برنامه چید. Sie sammelte so viele Nüsse ein، او انقدری
آجیل جمع کرد که ویزی تراگن کنه، که اون میتونست حمل کنه، یعنی به اندازه که میتونست حمل کنه این آجیل جمع کرد. und warf die Nüsse auf die Fiesenvögel و پرتاب کرد، فعل ورفن هست، این در واقع آجیل و مغزیجات به سمت این پرندگان بدجنس. sie zielte so gut، اون اینقدر خوب هدف گرفت. زیل یعنی هدف، zielen یعنی همون هدف، مورد هدف قرار دادن. اینقدر خوب به هدف زد که dass die meisten Nüsse die Fiesenvögel direkt am Kopf trafen، که بیشتر این مغزیجات، این پرنده های بدجنس، مستقیما به قسمت سر برخورد کردن، به قسمت سرشان. در واقع حالا خیلی درست‌تر ترجمه کنیم میگیم که انقدر که خوب هدف گیری کرد که مستقیم بیشترین آجیل به سر این پرندگان بدجنس خورد. Die Fiesenvögel waren von dem plötzlichen Angriff überrascht und flogen verärgert davon. یعنی که این پرندگان بدجنس بودن از این اقدام ناگهانی، plötzlich میشه ناگهانی، überrascht یعنی همون سورپرایز شده، یعنی متحیر شدن، سورپرایز شدن. flogen در واقع گذشته fliegen هست، یعنی پرواز کردن. اون دافون فلوگن یعنی که از آن پرواز کردن، یعنی از اونجا رفتن. فرگرتن باز یعنی عصبانی شده، ناراحت شده، همون فعل ارگرن بود که بالا داشتیم. پس در واقع اجرا میشه گفت که فراری داد این پرنده ها رو. در kleine Vogel war Svenja dankbar، این پرنده کوچولو که در واقع داشت اذیت میشه توسط اون پرنده‌های بدجنس، بود از سونیا دانکبار یعنی متشکر، ازش متشکر بود، سپاسگوی بود. اینجا سونیا داتیف هستا، از سونیا من ترجمه کردم که حالا اینم نکات خیلی جالبی است در موردش حرف میزنیم. برای کسانی میگم که حالا شاید شروع کردن به آلمانی یا کلاس خاصی دارن میرن و حالا از صفر شروع نکردن با بنده. پس از سونیا متشکر بود که داسی این فوردن فیزن فوگل gerettet hatte، که اون را در واقع زی منظور سونیا هست که خانوم هست، این مرد هست در واقع در فوگل هست اون پرنده کوچولو، که او یعنی سونیا این پرنده کوچولو را از دست این پرنده‌های این بدجنس gerettet hatte نجات داده بود. رتن یعنی نجات دادن. اون bedankte sich mit einem fröhlichen Zwitschern و تشکر کرد با یک fröhlich یعنی شاد، zwitschern هم یعنی به قولی چهچهه زدن، با چهچهه خوش و شاد از این تشکر کرد. این zwitschern حالا اینم شاید توی کلیپ جداگانه بگم که مثلا فرض کنیم ما میگیم چهچه زدن، خورخور کردن، نمیدونم تلپ کردن، اینجور لغت ها مثلا تو آلمانی هم داریم. و انگار مثلا شما فرض کنین سویچرن، اینا معتقدن که انگار این پرنده که صداش میاد انگار میگه سویچرن. حالا شاید خنده‌دار باشه بگم، ولی در نگاه اول، ولی خب اگر که اینو تو ذهنتون بیارین سویچرن اینجوری سویچرن انگار این صدا و این فعلش شده حالا، چون انگار که فعل خیلی خاصیه، خیلی هم خوب کاربرد نداره دیگه، فقط صدای پرنده است. میگیم رفتم طبیعت دی فوگل سویچرت، مثلا پرنده ها چهچه میزدن. بگذاریم ازش تشکر کرد. von diesem Tag an، از این روز به بعد، war Svenja als das mutigste und freundlichste Eichhörnchen des Waldes bekannt. از این روز بعد سونیا بود به عنوان در واقع شجاعترین و دوست دارترین یا دوست داشتنی ترین هم حالا اینجا میشه گفت، یا مهربانترین، بهتر بگیم فرندلیش، دوستانه، مهربانترین سنجاب جنگل معروف، در واقع به عنوان در واقع موتیک، شجاعترین و مهربانترین سنجاب جنگل معروف شد. اون زیهالف وایتاهین آلن، و او کمک کرد در ادامه به همه، یعنی همیشه خدا دیگه کمک میکرد. دی این نوت وان که در مواقع ضروری بودن، وان ایما زی کنته، هر زمانی که او میتونست، هر وقتی که وقتش داشت به بقیه هم کمک کرد از اون روز به بعد.
خب این ویدیو دیگه قرار نیست از این بلندتر شه، فقط هدف ترجمه این داستان کوتاه بود.